شنیدم که صیاد در مرغزار برون رفت روز به عزم شکار. یک قمری را در سری شاخ دید، کمان را برآورد و زیبت کشید. چو قمری نظر کرد به بالای خویش، یک باشه دید چنگال پیش. بگفتا به بالا پرم باشه است، به پایان صیاد تیر بشه است. به حق خدایم محمد رسول، دعای منی مشتی پر کن قبول. چو قمری بگریست نزد خدای، دعایش همان گاه شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خطا رفت تیر، چو بر سینه باشه شد جایگیر. ریزاگی خدا را ندانم که چیست، دو تن زنده مرد و یک مرده زیست. اگر تیغ گردون بجنبد ز جای، نبرد رگی را نخواهد خدای.